سلام بچه ها، خیلی خوش اومدین به کانال داوشتون. اومدم امروز بهتون کامل توضیح بدم که چجوری گاناتون رو بتونین اتچمنتش رو بچینین و کالیبره کردنش هم بهتون یاد بدم با سبکای بازی مختلف. همین گانی هم که الان من دارم باش میزنم یعنی M4A1 هم کدش رو براتون مینویسم توی کامنت ها، اونم بزنید و لذتش رو ببرید. بریم سراغ ویدیو. Let's do this. خب بچه ها، اول باید ببینیم که تو چه سبکی بازی میکنید. اگه میخواین گانای دورزن وردارین یعنی مثل اسنایپر باید ADS تایمتون بالا باشه، مهم نیست. ولی اگه گان نزدیک زن میخوای و سبک بازیت راشه باید ADS تایمت پایین باشه. مازل ولاسیتی بچه ها یعنی سرعت برخورد تیرتون به انمی، اونو همیشه تو بالاترین حد خودش قرار بدید. بریم سراغ اتچمنت. خب بچه ها، یه گان موقعی به درد میخوره که همه آیتماشو بتونی توی یه حد قابل قبول حفظ کنی. پس من استاکشو اومدم 416 گذاشتم. چرا؟ چون هم کنترلش خوبه هم هندلینگ بهتری بهم میده. حالا از اون طرف چی کار میکنم؟ میام یه فورگریپ دیگه هم میندازم که ADS اسپیدمو ببرم بالاتر و بتونم راحت‌تر تو ایم برم. این گوگلی هم که بذاری اون تهش خیلی مفیده برات. خشاب من همیشه 30 تایی حساب میکنم چون میخوام سریع خشاب عوض کنه. این بیلبیلک هم میذارین، یه دونه هندلینگتون رو بهتر میکنه. بچه‌ها توی قسمت مازل ها میتونین کنترل و هندلینگ و حتی رنج یعنی فاصله، اینا رو همه رو تنظیم کنید. پس بیشتر به دردتون میخوره که کنترلتون رو ببرین بالا. کنترل اسلحه که بره بالا از همه لحاظ برای شما بهتره. میبینید بچه ها، الان من تو آیتم های اول و دوم ADS اسپیدم رو بهبود بخشیدم، توی این آیتم ADS اسپیدم رو ضعیف کردم. مهم نیست، وقتی من یه چیز رو از دست میدم یه چیز دیگه یعنی کنترل بهتر به جاش به دست آوردم. دوربینم بچه ها، من همیشه این دوربین رو میزنم روی گانام. چرا؟ چون یه دوربین خیلی خوبه که هم مید رنج رو میزنه، هم رنج رو میزنه و هم نزدیک. یه دونه ساید اسکوپ هم میذارم بغلش که بتونم فاصله خیلی نزدیک رو بزنم. بریم سراغ کالیبره کردن. بچه ها این خیلی مهمه، این بستگی به سبک بازیتون داره. ببینید من الان اینجا اکسترا کنترل رو بردم تا آخر بالا و هم تو ADS اسپیدم رو 4% بهبود بخشیدم. اینجا بچه ها 16% استابیلیتی ون مووینگ رو بردم بالا. یعنی چی؟ یعنی وقتی دارم راه میرم تیر میزنم ایمم چپ و راست نره. این خیلی مهمه. اکسترا کنترلم هم دوباره 6% زیاد کردم. اینجا بچه ها دوباره فورگریپ هم میارم عقب‌تر که ADS اسپید بهتری بهم بده و از اون ورم استابیلیتی ون مووینگ هم دوباره 16% بهتر میکنه. ADS موومنت اسپید هم بچه ها مال وقتی که شما میخواین این بگیرین و دارین راه میرین. این هم من یه 2% بهبود میبخشمش که بهتر بشه. و دوباره از این ور مازل ولاسیتی که گفتم خیلی مهمه، سرعت برخورد تیرتون به انمی، اینو همیشه تا آخر ببرید بالا. حالا بریم امتحان کنیم ببینیم چی شد این گان ما. بچه همونطور که میبینید هم هیت فایر خوبی داره، هم ایم خوبی داره، هم استابیلیتی خوبی داره، هم مازل ولاسیتی خوبی داره و سرعت برخورد تیرمون خیلی سریعه به انمی. به این میگن یه گان محشر. اگه دوست داشتی کانال داوشتو سابسکرایب کن تا خانواده اون بزرگتر بشه. اگه یه لایک هم مهمونمون کنی که دمت گرم. بچه این ویدیو هم تا آخر ببینید. 218 تا کیل گرفتم توی این مپ جدید. خیلی مپ خفنیه و گیم پلی واقعا گیم پلی حرفه‌ای و درست حسابی که حتی می‌خواستم جداگونه یه ویدیو بسازم ولی دیگه چون قول داده بودم توی کانالم که آموزش اتچمنت رو بذارم گفتم این دو منظورش من ویدیو رو. پس ویدیو رو تا آخر ببین، کانال داوشتو ساب کن. عشق داوشت. راستی بچه ها کد اتچمنت این M4A1 رو توی کامنت ها براتون می نویسن که کپی کنین و پیست کنین و لذتش ببرین.
در ادامه بچه ها بهتون توضیح میدم کی آرتری بزنید یا کی بیکن بکارید یا کی بمب اتمتون رو بزنید. پس تا آخر ویدیو رو ببینید. Their last line of defense. Objective Echo 2 secure. High threat enemy target neutralized. Continue the fight. بهترین موقع برای آرتری زدن بچه‌ها این موقع است. آرتری بمب اتم باید وقتی که هنوز قرمز و هنوز سبز نشده بزنید که بتونی خیلی کیل بیشتری بگیرید. و حالا کی بیکن بذارید. بیکن رو بچه ها معمولا وقتی میذاریم که تعدادتون کمتر 100 نفر باشه و نیازی به اون پوینت فعلا نداشته باشی و بیکن رو میذاری که فقط سریع اونجا رو بگیری نبازی. برای این کارم فقط کافیه به اون نقطه که میخوای برسی و سریع بیکن تو بذاری اونجا تا رفیقات همه ریسپان شن اونجا. Echo 1. Roger that. Artillery barrage incoming. Busy. Roger that. Artillery barrage incoming. Victory in sight. They can't hold much longer. Artillery barrage ready. Artillery barrage incoming. One objective left. You're almost there. Enemy spotted! Oh, it's You've got heavy losses. Push harder and capture the sector. Objective Echo 2 is under attack. Eliminated. Advance quickly. One objective left. You're almost there. Requesting beacon at these coordinates. One objective left. You're almost there. Strategic beacon deployed. For now. Objective Echo 2 is out. این ویدیوی زیبا تقدیم به نگاهتون. اگر از ویدیو لذت بردی و عشقت کشید ویدیو رو لایک کن، برای دوستاتم بفرستی که دمتم بیشتر گرم. تا درودی دیگر، بدرود.